على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريق. دوستان خدا، به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، در این نوار ما یک چند صفتهای دوستان خدا را دیده می براییم. صفتهای دوستان خدا این است که با انتظاری تام از آن و دعوت به نماز را پیشواز می گیرند. وقتی در تکبیر تحریمه در صف اول جای می گیرند، دل ایشان از هر نمود چرکینی تازه شده خود را بهترین و خوشبختترین احساس می کنند. در عمل تطبیق کردن فرضهای خدا و سنتهای نبوی بسیار ذکر کردن، حلال خوردن، سخنهای بی‌معنا را ترک کردن، به بوده قناعت کردن، تعلیم قرآن و حدیث کردن، چهره گشاد بودن، در مصیبت و بلاها صابر بودن از کارهای همیشگی و پیوسته ایشان است که به شک دوستان خدا محسوب می شوند. پس ای برادر و خواهری که این صفتها در تو هست، خوش به حالت، و اگر این صفتها نباشند حرکت بکن که اینها را پیدا کنی و یکی از دوستان خدا بگردی. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن.